بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما أول بإذن الله سبحانه وتعالى در موضوع قول شیخ ابن عثیمین در مسئله العذر بالجهل صحبت میکنیم که یک مقاله امروز از جانب عاذری ها منتشر شده ایستاده است که گویا که شیخ ابن عثیمین رحمه الله عاذری باشند، گویا جهل را عذر گفته باشند. آیا همین درست است؟ بارک الله فیکم. البته اینک تهمت بیش نیست و این جاهل بودن در حق ابن عثیمین است. چرا؟ اولا در خود همین مقاله رو من خودم از اول تا آخرش خوندم. مقاله دور دراز است خیلی. در مقاله تدلیس است. تدلیس همین که فریب است، نیرنگ است، کیدت است. سخنهای ابن عثیمین در خود همین مقاله دلالت به جهل عذر نبودنش میکند. لیکن این مقاله نویسنده که منهجش معروف است که منهج عاذری هستی، نه فقط عاذری جهمی سخت است، همین نویسنده مقاله بعض جوهب میگه مثلا هر کسی که کفر اکبر شرک اکبر کرد او اگر نداند جهل عذر بگیم نداند این یعنی جهل است، جهل عذر میشد و غیره و غیره. منهج جهمیگی است. والله اعلم این مقاله را کدوم همون سخت یک جهمیش سخت ترتیب داده است. سخنهای شیخ ابن عثیمین که دلالت به بارک الله فیکم حق میکند. ابن عثیمین مثلا میگه که ما تکفیر نمیکنیم، اما مسلمان نمیگیم، یا که تکفیر نمیکنیم ولی که مشرک هستین، اون همین چیزا را دیگر کرده است. لیکن ما از کجا میگیم که سخن باطل است؟ این یک ساختای بافته است. ما در حقیقت یک سخنی رو وقتی که میگیم یک عالم انیق دقیق نامش بگیریم. این مقاله را کی نوشته است؟ نام نویسنده‌اش معلوم نیست. یک سایت است، اسلام سوال و جواب. هر کس نوشتنش ممکن است. یک دوما شاگرد ابن عثیمین بله بعضش هست که عذری است شیخ ابن عثیمین به نسبت میتید، بعض این چنین هم هست، چگونه که در بعض شاگردای دیگر علما هست. لیکن ما علما نظر میکنیم به شاگردهایی که قوی. مثلا یکی از شاگردهای ابن عثیمین دکتر ایمن ابن سعود الانقری هست، استاد مساعد در قسم عقیده و مذاهب معاصره در کلیه اصول الدین جامعه امام محمد ابن سعود الاسلامی در ریاض است. این زنده سلامت شاگردی انا همون ابن عثیمین. یک کتابی رو نوشته است، از 72 صفحه عبارت است. تحریر قول الشیخ محمد بن عثیمین فی تارک التوحید. تحریر یعنی دیده برآمدن و از همه جانب آموختن و انیق کردن. این را تحریر میگه. کسی که یک مسئله را از همه جانبش دیده میبراید و نقطه انیق و دقیق بیان میکند، این محرر است. و تحریر یک سخن تحریر کرده است. سخن شیخ محمد ابن عثیمین در تارک التوحید. در تارک التوحید یعنی کسی که توحید ترک میکرد و به شرک واقع میشد. و این کتاب از اول تا آخرش در همین مسئله صحبت میکرد. ببینید و در همین جا ده ها روایت ده ها صدها سخن قولی ابن عثیمین میارد که جهل در شرک اکبر عذر نیست میگفت و همیش به دلیل یک مقاله دروغی نه. برای همین میگم که فرق ما و فرق عاذری ها همین است که عاذری ها مقاله را از اینترنت یک تا مقاله را میگیرند و یک عالم معروف هم ساختگی بگم نوشتگی نیست و یک انسانی که منهجش پیش از ابن عثیمین گفتن خودش منهجش جهمی است. یک عالم اهل سنت برای دیگه که بله منهج من اهل سنت است، لیکن ابن عثیمین در این مسئله جهل عذر گفته است، این دیگر مسئله است. اما یک آدمی که خودش جهمی هست بر اومده ابن عثیمین بگوید که جهل عذر گفتند، ما سخن این جهمی به باور نمیکنیم، برای که این ابن عثیمین، ابن باز و محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه سلف تا پیامبر تهمت کرده میرد. این کذاب است، خودش کذاب است.
این کاذب نه، کذاب است، همه به دروغ میبندند. برای این یک مقوله هست که عذری ها دینشونه، عقیدهشونه از یک مقوله میگیرند، زیرا که منهج جهمی ها منهج باطلش همین است که اول عقیده را قبول میکنند، اول یک چیز قبول میکنند، بعد از این همین به دلیل میکنند، اینترنت که دلیل میکنند. لیکن منهج ما در اساس علم است که ما یک مسئله را مثلا درباره ابن عثیمین هم دو سه تا شاگرداشون 4 5 تا کتابای نوشته که ما میخونیم بعدا یک گپ میزنیم. این دین است. بارک الله فیکم. بالاخره یک کمیشه میخونم اگر چیزی به تو کمی دوری دراز میشه. در صفحه هفتم ایمن الانقری حفظه الله میگه که رأی الشيخ محمد بن عثيمين في ترك التوحيد في ترك التوحيد. رأي شيخ، اندیشه شیخ، رأی شیخ محمد بن عثيمين در ترك التوحيد میگه که قرر الشيخ رحمه الله في مواضع متعددة من كلامه الحكم بالشرك الأكبر لمن ترك التوحيد. شیخ میگه رحمه الله در یک چند موضع های گوناگون اقرار کرده است که در سخنهایش و حکم گذاشته است که حکم کسی که به شرک اکبر واقع می شود و کسی که ترک التوحید می کند این چی است؟ حکم شرک است، مشرک است. فمن ذلك قوله، و از همین نمونه های یک سخن ابن عثیمین میگه فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا. هر کسی که دعا کند غیر الله را، یعنی طلب بکند از غیر الله عز وجل یک چیزی دیگری را که قادر نیست برای اجابت دعاش، پس این انسان غیر الله را دعا کرد که قادر نیست بجز الله، مشرک است، کافر است. فرق ندارد که شما زنده را یا مرده را طلب بکنید. از زنده و رفته به من فرزند گفته رفته دعا کردن گرید، مشرک میشید. میگه شرح ثلاثه الاصول صفحه 56. یعنی این سخن ابن عثیمین در شرح کتاب ثلاثه الاصول صفحه 56 است. با میگوید و قال فی موضع آخر، و در جای دیگر ابن عثیمین گفتند ومع العصف ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا المقبور الذي بقي جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر أو يأتي بالنسل لمن لا يوالد له، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة. اسف شدید میگد همین است که ما متاسفیم، اسف سخت در بالای همین است که در بعضی از کشورهای اسلامی مسلمان نشین کسایی هستند که اعتقاد میکنند که یک آدمی که در درون قبر است جثه‌اش نابود شدگی است، زمین جثه اینا خوردگی هست، مردم اعتقاد میکنند که همین در درون قبر بوده منفعت میبخشد و ضرر میرساند، از وی رفته طلب نسل میکنند، فرزند طلب میکنند. اعوذ بالله، پناه به الله میگد این شرک اکبر خارج من المله است. یعنی انسان این شرک اکبر خارج از مله است، نمیگد که عذر بالجهل است. نظر بکنید در شرح کتاب شرحی که ابن عثیمین شرح می‌کرد قول المفید علی کتاب التوحید صفحه 82 که توحیدی که 2 مجلد است، اگر خونده باشن ما طالب علم کتاب ابن عثیمین همیشه قریب خونده است. مثلا همین کتاب توحید 3 4 بار خونده است. توحید قول مفید فی شرح التوحید. بارک الله فیکم. خیر این چنین صحبت ها زیاد است، لیکن مسئله جهل، عذر بودن جهل بمیره که اشکار واضح جهل عذر نیست. میگه فإنهم لا ينفعون ولا يضرون بالاستعاذة بهم شرك أكبر سواء كان عندهم قبور أو بعيدا عندهم. يعني من این کتاب حضور دیده المراد بتارك التوحید. ما مسئله تارک التوحید حضور بیان کردیم کمی باشد هم. فصل اول الاصول التي بنى عليها الشيخ قوله في تارك التوحید والمراد بذلك التفريق بين الحكم الدنيوي والأخروي فأحكام الدنيا على الحكم الظاهر من حيث الإسلام والكفر. شيخ ابن عثيمين ميجات يوجد في مجاهل أفريقيا وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيئا، فلو ماتوا لا نقول إنهم مسلمون ونصلي عليهم ونترحم عليهم مع أنهم لم تقم عليهم الهجة، لكننا نعاملهم
في الدنيا بالظاهر أما في الآخرة فأمرهم إلى الله. در آفریقا و غیر آفریقا منطقه‌ای هست که انسان‌های خیلی جاهل و از اسلام دور و بیخبر بسیار هستند که زندگی میکنند. اگر اونها وفات کنند ما اونها را نمیگیم که اینها مسلمان هستند و بعد از این اینها و نماز خونده و ترحم رحمه الله نمیکنیم. اینها مسلمان گفته به اینها نماز جنازه خونده و رحمه الله نمیگیم. با وجود اینکه مع انهم لم تقم علیهم الحجه، در حالتی که به این بیچاره ها حجت نرسید، حجت نرسیده باشد هم اینها مسلمان نمیگیم، حجت نرسیده باشد هم اینها به نماز نمیخونیم، حجت نرسیده باشد هم اینها رحمه الله نمیگیم. اما چه معامله میکنیم؟ نعاملهم فی الدنیا بالظاهر، در دنیا به ظاهر معامله میکنیم، شرک کردن مشرک در دنیا، اما فی الاخره، اما در آخرت امرشون به الله است. کتاب قول المفید علی کتاب التوحید، شرح کتاب التوحید، صفحه 246. کتاب هم توحیدی که معروف است. بارک الله فیکم. پس یسلا کیف لا، ببینید در جای دیگر میگه فهذا لا نسكت عليه اما لمن ينافي فانه عذر. میگه در دوام صحبت فانه ليس لنا الا الظاهر والباطن الى الله كما اننا لو راينا رجلا كافرا فاننا نعامل معامله الكافر ولا نقول اننا لا نكفره بعينه كما اشتبه على بعض الطلبه الان. ما میگه به ظاهر معامله میکنیم، به ظاهر حکم میکنیم و باطن انسان ها به الله هست. چگونه که ما یک آدم دیدیم که کافر است ما معامله به اون معامله کفر میکنیم و ما هرگز نمیگوییم ولا نقول، ما نمیگیم که ما تکفیرش نمیکنیم به عینش. چه که امروز میگه به بعضی از طالب علم ها شبهه واقع شده است که عین تکفیر نمیکنه. میگه ببینید تکفیر عین میکنیم. میگه يقولون إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه كيف لا أكفره بعينه. ابن سیم میگه که بعضی از یعنی شبهه زده ها میگن که یک آدمی رو دیدی که نماز نمیخواند، او شبهه زده به تو میگه که عینش تکفیر نکن. ما چگونه عینش تکفیر نمیکنیم؟ میگه اذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه. میگه زمانی که یک آدم دیدی که به صنم به بت سجده میکند این گمراه شده و شبهه زده شده به تو میگه که به عینش تکفیر نکن. میگه لأنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان و این شبهه زده به تو میگه که شاید این آدمی که سجده به صنم میکند قلبش پر از ایمان باشد. اکنون ابن عثیمین میگه که هذا غلط عظیم، این خطای بزرگ است. نحن نحكم بالظاهر، ما حکم به ظاهر میکنیم. فاذا وجدنا شخصا لا يصلي قلنا هذا كافر بملء افواهنا. یک کسی رو دیدیم که نماز نمیخواند با دهان پر میگیم که این کافر است. اذا راينا ما يسجد للصنم قلنا هذا کافر. اگر دیدیم که یک آدم سجده به بت میکند ما میگیم که این کافر است. و نعینه و نلزمه باحکام الاسلام، و معین خودش حکم میکنیم و ملزم به احکام چی میکنیم؟ اسلام میکنیم. انا کن در کدام کتابی نگفته است؟ تفسیر سوره المائده مجله یکم صفحه 403. الله المستعان. ببینید در جای دیگر چی میگه؟ فهذا و این صلى و صام و زکه، این یک مرد اگر نماز خواند، روزه دارد، زکات بدهد و هو یدعو غیر الله، و در همین حالت همین انسان نمازخوان و روزه دار و زکات دهنده دعا کند غیر الله را و یعبده و ینظر له و همون غیر الله عبادت کند و نظر به همون کند فانه مشرک، این مشرک است. قد حرم الله الجنه و مأواه النار و من الظالمین بانصار. نظر کنید به کتاب فتاوا نور على الدرب مجله یکم صفحه 431. یگون خیلی جهل و زور نیست. عینا همون حکمی که اهل سنت و الجماعت میکنند ابن سیمین کرده میگه که حکم دنیوی و اخروی را باید جدا کنید. در حکم دنیوی مشرک است، جهل و زور نیست، اما در حکم اخروی جهل و زور است. اگر آدم جاهل باشد الله او را عذاب نمیدهد. اول اینا چی میکند؟ به این حجت میرساند. خیلی که ذکر میکند در جای دیگر هذا غير صحيح. میگه صرح بذلك رحمه الله أي التفريق بين الحكم الدنيا وبين ما قضى الله تعالى في الآخرة فقد وجه له سؤال هذا نصه. ذكر بعض الناس عنكم أنكم تمنعون أن يقال في حق إحدى الكافرات أنها كافرة، أنها لا تجوز التكفير المعين، فما حقيقة ذلك؟
سوال میتید که به ابن عثیمین ما شنیدیم که از شما گویا که شما گفته باشید که شما یک آدم معین تکفیر کردنش ممکن نگفته باشید، آیا همین سخن حقیقت دارد؟ ابن عثیمین جواب داده میگه که فعجب هذا غیر صحیح، این غلط است، میگه این غیر صحیح است. بل اینی اشهد انها کافر، بلکه من شهادت میتم که همون یک زنایی که پرسیده شد به عینش کفر، ولکن بعض الناس لجهلهم، ولیکن میگه بعضی از انسان ها از سبب جهلشون یخلط بین الحکم الشرعی دنیوی، آمیخته میکند بین حکم شرعی دنیوی و بین ما قضى الله فی الاخره، و بین آن چیزی که الله در آخرت حکم میکند. نظر کنید به کتاب ثمرات التدوین من مسائل ابن عثیمین، تلمیذش احمد القاضی صفحه 22 این ذکر میکرد، شاگردی دیگری ابن عثیمین ذکر میکرد. بالاخره این کتاب من حالی خیلی پایین فرمودم که صفحه 15 شویم، من هر بعضی صفحه ها دیده شدم، هر بو کمی پایین میریم یکون قول با مسئله جهل به ظاهرتر میگیریم و مسئله را به پایان میرسونیم، زیرا که ببینم که 16 دقیقه شده است. فی الدنیا اما اذا لم تكن انا ببینید. وقال ايضا في موضع آخر من قام به الشرك فهو مشرك، هر کسی که شرک به او قائم شد این مشرک است، یعنی هر کسی که شرک اکبر کرد مشرک است. و ترتب علیه احکام المشرکین فی الدنیا، و به او ترتیب احکام مشرکین در این دنیا جاری می شود. اما اذا لم تقم علیه الحجه، اما اگر به همون انسان حجت قائم نشده باشد، فهو ليس مقطوعا له بالنار اذا مات. انا می فرق است، هر کسی که شرک اکبر کرد مشرک است، در این دنیا اسم مشرک میگیرد، اسم کفر میگیرد، اما اگر به او حجت نرسیده باشد ما میگوییم که اینا جهنمی به مقطوع، قطعا جهنمی است نمیگوییم اگر وفات کند، و انما هو موقوف امره حتى تقام عليه الحجه بین يدي الله عز وجل. بلکه آدمی که شرک اکبر کرد و جاهل بود مشرک است در این دنیا، اما وقتی که وفات کرد و در حقیقت جاهل بود قطعا او را جهنمی نمیگیم، بلکه میگوییم که این امرش در بولاش توقف میکنیم، در دست الله هست تا زمانی که بر او حجت قائم نشود، در بین دست الله سبحانه و تعالی. در دامش میگه فاذا فرقنا بین شرطنا الاقامه الحجه و بین الامتناع عن الحكم، امتناع من الحكم بالشرك. انا کنون ببینید میگن ما فرق گذاشتیم بین اقامت حجت و بین امتناع از حکم شرک. من قام به الشرك الاکبر فهو مشرک، هر کسی که شرک اکبر کرد مشرک است. ترتب علیه اثار ذلك الدنیویه، در این دنیا این مشرک گفته میشه. انه لا يستغفر له، این برحمه الله گفته نمیشه لا توکل ذبیحته، ذبح کردنش خوردنش، ولا یضحى له، بین قربانی کردن نمیشه و حج و عمره کردن و نحو ذلك من الاحکام. این یک هر کسی که شرک اکبر کرد جاهل یا غیر جاهل باشد میگه. و اما الحكم علیه بالکفر الظاهر والباطن، اما حکم به یک آدم معین حکمی هم ظاهری و هم داخلی که یعنی این ابدالابد جهنمی هست بگوید یک آدم جاهله، فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجه میگه. یعنی هم داخلا تکفیرش کنیم که قلبش هم کافر ظاهرش هم کافر گوییم، در این حالت البته بعد از اقامت حجت است. فإن لم تقم عليه الحجه، اگر به یک انسان که شرک اکبر میکند و جاهل باشد حجت قائم نشده باشد، در این دنیا مشرک است، اما در آخرت فامره الى الله، امرش در دست الله است. هذا تحقيق كلام اهل العلم في هذا المسألة. ابن سینا میگه که انا مین است تحقیق کلام اهل العلم در این مسئله. نظر بکنید به کتاب اجوبه والبحوث والمدارسات المشتمله عليها الدروس العلميه، مجله یکم صفحه 41 42 العقیده. انا همینجا به سخن ابن سینا ذکر شده است. ببینید سوال میشود که خود ابن سینا سوال میدن میگن که هل كل انسان يعذر بالجهل، آیا همه انسان ها به جهل عذر داده میشود؟ ابن سینا میگه که نقول من امکنه التعلم فلم يتعلم فقد يكون غیر معذور بالجهل، هر کسی که میتونست که تعلیم بگیرد لیکن تعلیم نگرفت این معذور بالجهل نیست، یعنی این اعوذ بالله داخل جهنم میشود. میگه الله المستعان. و سبحان الله باز سخنم خیلی زیاد شد، سخنم خیلی زیاد شد. الله المستعان.
بالآخرة این کتاب بخونید. انا این کتابی که گفتیم تحریر قول ابن سیمین در مسئله العذر بالجهل، همه این مسئله به شما معلوم می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.